یکی از بهانه‌هایی که ما اینو گذشته هم گفتیم، بزرگان از علمای شیعه مکرر متعرض شدن، این تفکر انحرافی است که امسال هم با کمال تأسف به صورتهای مختلف در جوامع شیعه شیاع پیدا کرده است که امروز روز سرور است، روز خوشحالی است، چون آقا ابی عبدالله علیه السلام به آنچه که میخواست رسید، پس ما هم باید اظهار خوشحالی کنیم. این درست برخلاف سنت قطعیه رسول الله علیه و آله السلام است. منابع معتبر عام نقل کردند که پیامبر وارد خانه ام سلمه شد، همراه رسول الله سید الشهدا سلام الله علیه وارد شدند. آقا فرمودن کسی داخل حجره و اتاق نشود. یه وقت صدای نشیج و ناله و گریه پیامبر را از میان اتاق شنیدم، سراسیمه داخل شدم، دیدم آقا رسول الله سید الشهدای خردسال رو در بغل گرفته است، او را به سینه چسبانده گریه می کند، اشک می ریزد، گویی الان جبرئیل نازل شده و خبر شهادت سید الشهدا سلام الله علیه را به پیغمبر داده است. به پیامبر بر حوادث واقعه عاشورا در آن روز در حجره من ام سلمه گریان بود. من میخوام بگم این عبدالقادر گیلانی منحرفی که این سخن رو گفته است و بعد دیگرانی که این سخن رو پیگیری کرده اند و مع الاسف امروزه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم این نوع تفکر ترویج می شود و این سخن القا می شود، واقعا این شکوه را به کجا انسان ببرد؟ من به عنوان یک فرزند سید الشهدا سلام الله علیه، به عنوان یک طلبه‌ای که با مقاتل و با احادیث و با روایات و با تاریخ آشنایی دارم، من نسبت به صدا و سیما شاکیم. به کدام محکمه شکایت کنم؟ این شکوه را به کجا ببریم که اصلا بنای این نظام و حکومت، بنای این سیستم بر خون سید الشهدا سلام الله علیه استوار است، ولی امروز صدا و سیمای این نظام و سیستم علیه سید الشهدا سلام الله علیه ترویج و تبلیغ میکنه. همین اخیر یک آقای شیخی رو برداشتن مطرح کردن که اخیراً دوباره مراجع بزرگوار شیعه طال الله عمرهم عکس العمل نشان داده‌اند که کی گفته بر ابی عبدالله باید بیش از گریه کار دیگری کرد و بعدم مدعی بشیم که ما که نبودیم ندیدیم. خب آشیخ تو نبودی، پیغمبر رو هم تو ندیدی، امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو هم تو ندیدی، سقیفه رو هم تو ندیدی، عاشورا رو هم تو ندیدی، پس همه رو منکر شو. این نص قطعی امام صادق سلام الله علیه هست، ولمثل الحسین فلیلتم الخدود. برای مثل ابی عبدالله باید لطمه به سر و سینه زد. ولی یشق الجیوب، باید به سینه کوبید برای ابی عبدالله. من نمیدونم بعضی از ماها یه ورق زیر پامون که بلند میشه ثم کان عاقبة الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون، به مقام انکار حقایق میرسیم. اصلا برنامه های صدا و سیمای ما به سخریه و طنز اشبهه. از یک طرف اون آقا میاد انکار بعضی از فرزندان سید الشهدا سلام الله علیه مثل حضرت رقیه رو میکنه، بعدم همون وقت روضه حضرت رقیه رو میذارن. خب بابا اگه منکرید چرا روضهشو میذارید؟ اگه روضه رو قبول دارید پس اون حرفات چیه پخش